فشار آمد باز ما هم یک دو گپ دیگه خدا برش بزنیم خوبی شد، چرا فلانی کار کرد، در حالی که او به خاطر نجات ما تلاش کرده. بیان سخن حق به خاطر دیگرها است، چون خود او عالم میفهمه گپه. چرا سخن حق به دیگرها بیان میکنن؟ چون پیروی نجات دیگرها در پیروی از سخن حق است. پس این فداکاری میکنن علما که سخن حق به دیگرها بیان میکنن. مکلفیت ما هم است که از اونها باید دفاع بکنیم. چقدر دردآور است به اون ملتی که دلاکار از کشورهای اروپایی و امریکایی میخواین، هزاران دلار برشان میتن، در اینجا برشان مجلس میگیرن به خاطری که برای ما دولت و دنبک بزنه. همه ترس یا نیست؟ همین دلاکاری که از خارج میخوان، شما فکر میکنید اینا مفت میان اینجا؟ لگها رو پا مصرف میشه در هر مجلسی از مجالس از اینها. چی کسی همین تمویل میکنه؟ همین ملت نیست مگر؟ چرا یک انسان فاسد این همت داره که برای دفاع از یک رقاصه لگها رو پی خود مصرف بکنه؟ ما و تو مؤمن همت نداریم که تو رو پی خود به خاطر دین الله مصرف بکنیم. باز وقتی گپ هم میشه ملامت بکنیم، دیگرها رو ملامت بکنیم. علما چی کردن؟ علما چی کردن؟ ملاها چی کردن؟ علما چی کردن؟ مرگ است به اون ملتی که در محور یک رقاصه صدها نفر جمع شوه و یک عالم تنها باقی بمانه، کشته شوه و زندانی شوه. این ملت به والله قسم نجات پیدا نمیکنه تا خود تغییر نتن، تا مسئولیت های اجتماعی خود درک نکنن. آسان شده برای ما ملامت کردن دیگرها و فراموش کردن مسئولیت های خود ما. خیلی آسان شده. هر کدام ما اینمی طبیعت گرفتیم. اگر قرار ملامت کردن باشه خوب ملامت میکنیم. اگر پرسیده شده که خوب برادر عزیز خیر ببینی دیگرها بخی ملامت، تو چی کردی؟ تو چی کردی؟ و این سوال هر کدام ما باید از خود بپرسیم. اول من از خود میپرسم، بعد تک تک از ما شما بعد از خود بپرسیم که ما در ادای مکلفیت های اجتماعی خود چی کردیم؟ آیا حقیقتا روز حداقل نیم ساعت خود وقف دین الله کردیم؟ اگر ما با پول ایمان آوردیم، اگر ما بر زندگی راحت ایمان آوردیم، بعد توقع تغییر مثبت در جامعه را نداشته باشیم، توقع نجات آخرت هم نداشته باشیم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این حماقت معرفی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان زیرک کسی است که نفس خود مهار میکنه و برای بعد از مرگ کار میکنه. ولی عاجز من اتبع نفسه و هوا و تمنى علی الله. انسان عاجز از لحاظ عقلی احمق کسی است که هوای نفس خود پیروی میکنه. 24 ساعتش مصروف کسب دنیا هست، اصلا به مکلفیت های شرعی خود توجه نداره. تمنا هم داره که در روز قیامت در جنت اولین نفر من میرم. دین الله محکمه الهی یک محکمه عادلانه هست. قطعا الله مهربان است، اما بالای چی کسی؟ خیلی وقتا شیطان ما رو دمی فریب میده. برو الله لک بخش است. الله قطعا الله لک بخش است. بخشش الله، رحمت الله، احسان الله به چی کسی شامل حال چی کسی میشه؟ این از قرآن باید جستجو بکنیم. در هیچ جای قرآن نمیبینیم که خدا گفته باشه فلانی ها بسیار گناه کردن ما بخشنده ام، مگر ای که شرط توبه را ذکر کرده. وقتی الله متعال از بدی ها ذکر کرده، بعد از چی یادآوری کرده؟ از عذاب یادآوری کرده، تهدید کرده. و اگر بدی را یاد کرده، بعد از اون شرط توبه را ذکر کرده، بعد از رحمت خودش ذکر کرده. ما از همین مغافلیم، خطاها و گناه ها میکنیم، منتظر رحمت پروردگاریم. وضعیت خود تغییر نمیدیم، توقع تغییر جامعه را داریم. توقع واقعی بینانه نیست، معقول نیست، شرعی نیست. پس باید بیدار شویم. در مرحله بسیار حساس ما شما قرار داریم. ابتلای بسیار سختی الله متعال سر ما شما آورده، هم سر علما آورده و هم سر مردم عام آورده. سر علما این مسئولیت ها را آورده که سخن حق برای مردم بیان بکنن، و سر مردم آورده که وقتی کسی از سخن حق را بیان میکنه، شما به عنوان کسانی که مسئولیت اجتماعی دارین از اونها دفاع بکنین. اگر علما در ادای مسئولیت خود کوتاهی میکنن، قطعا پیش الله مسئولن. اگر ما هم به عنوان مردم عام در مسئولیت های خود کوتاهی میکنیم، ما هم پیش پروردگار مسئولیم. و واقعیتش است که بخش کلانی از مسئولیت های اجتماعی به گردن ما شما هست، چون ماییم که جامعه را تشکیل دادیم. در کل کابل چند نفر عالم داشته باشیم ما شما؟ دیگه مردمش چقدر هستن؟ فرض میکنیم بیخی علما کوتاهی های دارن.
چقدر مسئولیت این کوتاهی ها بگردن عالم ها مفته؟ 10%ش، 20%ش، 80% دیگر ما باید حمل بکنیم. همون رقمی که در تخریب جامعه ما هستیم، در اصلاح جامعه هم ما هستیم. و نباید مسئولیت های خود فراموش بکنیم. نباید ما را شیطان فریب بده. و نباید به اندکترین ها قناعت بکنیم که اینه دیگه برو من یک کار خود کردم، ده فلانی جای من یک گپ گفتم بسم از دیگه همقدر. انسان مسلمانی مکلف است. الله متعال در قرآن کریم در دهها جا میگه و جاهدوا باموالکم و انفسکم. علما میگن لفظ جهد به معنای سعی و تلاش همه جانبه را میگه. با همه امکاناتت و با همه آنچه در دست قرار داره باید در راه الله تلاش بکنیم. ما متاسفانه را فراموش کردیم، مصروف شدیم به ملامت کردن دیگران. شور بخوریم الله ها چی کردن، شور بخوری علما چی کردن، شور بخوری فلانی ها چی کردن. بیم قبل از اینکه دیگران را ملامت بکنیم از خود بپرسیم ما چی کردیم.